علی رفیق بچگی ها از امریکا ویدیو فرستاده. های حسن، بعد 30 سال دارم میام ایران. خیلی خوشحالم میبینم. See you soon. علی بهترین رفیق دوران ابتدایی بوده، باید سورپرایزش کنم. بذار کمکت کنم. No, it's okay, man. علی بعد 30 سال باورم نمیشه دارم میبینم. کچل شدم رفت به این کاره. Like his pitbull, I'm John like جان برات یه سورپرایز دارم علی جون. Really? آره جون علی چشاتو من میخوام سورپرایزت کنم. Okay, I love surprise. اینم خوشمزه ترین غذای دنیا. Delicious. Oh my god. داداش داره خفه میشه، تنفس مصنوعی بهش بده. راست میگی. کله ببریو نمیگم، کله یارو میگم. 20 سال آمریکا فقط گیاه خوردم. این چیه حیوان آزاریه؟ حیوان آزاری چیه من؟ کن تو ببین